بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من بناء الأفعال. إنك مدرسوي خضر دوام دهم از الصرف بنام بناء الأفعال. بابی 28 از 35 باب. إن تحتي وثلاثة منها لما زاد على الرباعي المجرد وهو على نوعين مفتن. يعني از 35 باب با 3 باب دیگر است که اینا رباعی مجرد میگویم. این دو نوع میشد. نوع یکم در او یک حرف علاوه میشد، یک باب در این داخل میشد و نوع دویم باشد در او دو حرف داخل میشد. درسی گذشته گفتیم الباب الثاني افعلل يفعلل افعلالا موزونه اقشعر يقشعر اقشعرارا، وعلامته أن يكون ماضيها على 6 أحرف بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس لامه الثانية في آخره، وبناؤه لمبالغة اللازم لأنه يقال قشعر جلد الرجل إذا انتشر شعر جلده في الجملة، ويقال اقشعر جلد الرجل إذا انتشر شعر جلده مبالغة. يعني باب دویم از همین دو باب افعلل یفعلل افعلالا بدست. هم وزن اقشعر يقشعر اقشعرارا. در اصل این اقشعرر يقشعرر میشود، فقلبت حركة الراء الأولى إلى ما قبلها الساكن. همون حركة راء یکم را با ما قبلش که سکون دارد اقشعرر. وقتی که ما اقشعرر گفتیم حرکت را یکم را با مقابلش میدیم که با ساکن دارد، عین سکون دارد. فادغمت الراء فی الراء، بعد از آن را در را ادغام میکنند، بس در نتیجه اقشعرر میشود. و علامته ان یکون ماضیه علی 6 احرف. علامت این باب از آن عبارت است که فعل ماضی او از 6 حرف عبارت می باشد، زیرا اینکه رباعی مجرد قشعر می شود، بعد از آن اقشعر می شود بزیادت الهمزة في اوله و حرف آخر من جنس لامه الثانیة في آخره. با علاوه کردن همزه در اولش و دیگر حرف از جنسی یعنی رنگی همون لام دویمش در آخرش. فهمیدم؟ و بناؤه ساخت این برای چیست؟ و بناؤه لمبالغت اللازم، برای خاطر فعل لازم مبالغه کردن، از حد زیاد کردن. نه، چونکه قشعره این خودش لازم است. وقتی که اقشعر شد با همون مبالغه زیادتر می شود. نه، چونکه میگویند لأنه يقال قشعر جلد الرجل، يعني أنا قشعر جلد الرجل کدام وقت میگویم؟ وقتی که همون موی بدنش گویم چی میشد؟ راست میخیزد. فی الجمله یعنی که اندک موی های بدنش اگر راست شوند از ترسه، یعنی قشعر میگویم. و میگویند که اقشعر جلد الرجل یعنی اذا انتشر شعر جلده مبالغة، یعنی اگر موی بدنش از حد زیاد، از ترس زیاد چی بسیار بالا شود، اینا چی میگفتند؟ اقشعر جلد الرجل، یعنی از ترس موی بدن چخت میشه، راست میشه. نكتفي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.